اگر در بنده اخلاص، توکل، تقوا، محبت و دوستی، صفا و صمیمیت، پاکی مشاهده کرد، خداوند جذب بنده‌اش می شود. همینطوری که ما از خدا خوشمون می آید و خدا رو دوست داریم، خدا هم از بندگان نیکش خوشش می آید و دوستشون دارد و دنبالشون می چرخد و در خدمتشون هست. درست الله رب العالمین هست، ولی بندگان صالح خدا به خودشون اجازه میدن که از خدا مدد بخواهن، همکاری بخواهن، توجه بخواهن، نصرت بخواهن. دعا یعنی چی؟ یعنی خدا را به کمک طلبیدن که حوائج من و شما را انجام بدهد. خداوندی به این عظمت و بزرگی که رب السماوات و الارضین هست، رب عرش هست، رب کل مخلوقات هست، رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت هست، به امر فقیرترین بنده اش می شود، به امر به ظاهر کوچکترین بنده. با تشخیص ما و شما میگیم فلانی آدم بزرگی نیست، چون تو تشخیصمون تو بزرگی و کوچکی به خطا رفتیم. بزرگی رو به وجاهت و حسب و نسب و مال و جاه و پست و مقام و جمال و قدرت میشناسیم، ولی خداوند بزرگی را به اخلاق و تقوا و پاکی و طهارت، حتی اگر جیبش هم خالی باشد، میشناسه. اگر تاریخ و ورق بزنیم، مملو از این بزرگان به ظاهر کوچک هست، امثال بلال رضی الله عنه که حق انسانیت هم ازش گرفته بودن، مثل یک کالای خرید و فروش میشد، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم به بلال میگه چه کاری کردی که من صدای خشخش نعلین تو در بهشت پیش روی خودم شنیدم. بلال جا خورد. پس خداوند دنبال نیت‌های پاک میچرخد، دنبال اهداف پاک، دنبال اخلاق و رفتار خوب شایسته، دنبال انسان‌های وارسته، کامل، خوب، مهربان، خیرخواه، دلسوز. این مسائل رو از خودتون به خدا نشون بدید، خدا مال شماست. اگر نشون ندادی، خدا از کفتون رفته. خداوند توجهش این مسائل جذب میکنه. شب که میشه وقتی به ستاره ها نگاه میکنیم، واقعا زینته. خداوند ستاره ها رو در آسمان به 3 هدف آفریده. یکی به خاطر زینت آسمان که تو شب جلوه خاصی داره. دوم برای کاروان هایی که با همین ستاره ها راه پیدا میکنن. و علامات و بالنجم هم یهتدون. حرکت قافله ها، کشتی های بادبانی در گذشته که رادار و این دستگاه ها نبود، با همین ستاره ها و علامات و بالنجم هم یهتدون هدایت می شدن، راه رو پیدا می کردن. و سومین فلسفه خلقت ستارگان در آسمان، ردیابی شیاطینی که قصد دارن از آسمان چیزی بدزدن. شیاطین جن بر همدیگه سوار می شدن تا به آسمان که از اونجا استراق سم بکنن. این ستاره ها یا این کهکشان ها شعله های شهاب آتشین مثل موشک های استینگری که هواپیما رو ردیابی میکنه تا اون سقوط نده، ردیاب دنبال میکرده تا اونها رو میسوزنده. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب. ثاقب یعنی شهابی که شعله
آتشینی که از کهکشان جدا می شده فرستاده می شد دنبال شیاطینی که استراق سم کردن که اونها رو چه ثاقب، یعنی شهابی که هدف رو گم نمی کنه، ردخور نداره. همینطوری که ما شب به آسمان نگاه می کنیم ستاره ها رو درخشان می بینیم، از بالام به زمین نگاه می کنن. در زمین هم ستاره های درخشانی هست که تماشایی برای اهل آسمان. نورانی ترین ستاره ها در روی زمین که برای اهل آسمان تماشایی و دیدنی مساجده. هر کدومش مثل ستاره روی زمین می درخشد و اهل سما نگاه می کنن. انسانهای نورانی هستند که در خانه وضو گرفتن و دعای بعد از وضو، دعای بعد از اذان، دعای بعد از وضو و قدمهایی که به طرف مسجد برمیدارن همینجور اللهم اجعل فی قلبی نورا و فی سمعی نورا و فی بصری نورا و عن یمینی نورا و عن شمالی نورا و من امامی نورا و من خلفی نورا و من فوقی نورا و من تحتی نورا اللهم اجعل فی مخی نورا و فی عظمی نورا و فی عصبی نورا. این دعای رفتن به نمازه، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الصلاة نور، نماز نوره. این دعای رفتن به مسجده. وقتی تو خونه وضو گرفتید، قطرات آب وضو از سر و صورت و دست و پات به زمین چکید و با دستمال خوش نکردید و آخرین چرک‌های گناهی که با صورت، با دست، با انگشتان، با پا انجام دادید، با آخرین قطره آب وضو از بدن چکید، نورانی شدید. بعد دعای وضو هم میخونید اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. چه ربطی داره دعای وضو به توبه؟ وضو یک نوع تمیزیه، ولی اول میگی خدایا منو از جمله توابین قرار بده، بعد میگه از جمله پاکیزگان متطهرین. چون شما به طرف عبادت خدا داره میرید، به طرف نماز میرید. اگه دلت پر چرک باشه، دلت سالم نباشه، دلت پاک نباشه، دلت چرکین باشه، خب این آب وضو تو نمیتونه تو باید با دل خالص و پاک و طاهر جلو الله بایستی. چه جالبه دعای بعد از وضو ربط بین طهارت دل و طهارت اعضا. اللهم اجعلنی من التوابین. ناکن داره تو رو متوجه میکنه که تنها با آب سر و صورت و شستن و دست و پا رو شستن آدم طاهر نمیشه، باید دل رو بشورید و اون ماده شوینده و پاک کننده دل، تبت الیک یا ربی، به درگاه تو توبه کردم ای خدا. بعد از اینکه دعای وضو رو خوندید، هر قدمی که بلند میکنید به طرف خانه خدا، بسم الله اللهم اجعل فی قلبی نورا، از دل شروع میکنید. این دعای رفتن به طرف نمازه، به طرف مسجده. و فی سمعی نورا و فی بصری نورا و عن یمینی نورا و عن شمالی نورا و من امامی نورا من فوقی من خلفی من فوقی من تحتی و احطنی بالنور، مرا از هر طرف با نور خودت احاطه بکن. با این وضعیت اگه انسان به مسجد بره، وقتی رسید به در مسجد هم بسم الله، با بسم الله اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا درهای رحمت تو باز بکن. اگر رحمت در خانه اش نباره پس کجا میبارد؟ تو عروسی ها؟ خدایا درهای رحمتت را بر من بگشای. در خانه گشوده شده، اما خیلی ها تو مسجد هم رحم نمیشن. باید وارد خانه خدا که بشید، باید از خدا بخواهید که در دومی هم برایت بگشاید. میاد تو مسجد سر صدا میکنه، میاد تو مسجد غیبت میکنه، میاد تو مسجد مردم نماز میخونن، با صدای بلند حرفای بیرون از مسجد رو میزنه، میاد تو مسجد از نمازگزارا و امام مسخره میکنه. باید از خدا بطلبید. همینجور که در خانه خودش رو باز کرد، باید تو خانه خودش ازش بخوای که در رحمتش هم باز بکنه.
اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا درهای رحمتت را بر من بگشای. آیا خواهان رحمت خدا هستیم یا نیستیم؟ همطوری سرمو انداختیم پایین داریم میایم بدون نیت. طمأنینه لازمه. بعضی از عزیزان از در مسجد که وارد شدن دید امام داره به رکوع میره، از همونجا نیت کرده و همونجا تکبیر گفته، وقتی آمد با امام رفته رکوع و سجود. نه، باید با طمأنینه یا زودتر حرکت کن یا آرام بیا، هرچی رسیدی باقی هم چه مسبوق شدی کامل بکن. حق دویدن ندارید، چون نماز طمأنینه و آرامشه. باید نور تولید بکنه. تو که نمیخوای به اون آخرین لحظه رکوع برسی، یک رکعت رسیدم، یعنی یه رکعت خواندن اضافی یا یه رکعت خواندن اگه به رکوع نرسیدی کمر آدم خورد میکنه. الان که دارید تمرین میکنید 20 رکعت دارید تمرین میکنید، با یک جز 2 ساعت طول میکشه. احساس خستگی داره میکنید، روز به روز داره سبکتر میشید. این تمرین ها بدن انسان خداوند ترکیبش طوریه که به هر چیز خودش عادت بده به همون طور تربیت میشه. آدم تعجب میکنه درباره صحابه، میشنوه که چطوری آماده شهادت بودن، یعنی بدنشون رو طوری تمرین داده بودن که ظرفیت شهادت داشته باشه. یعنی اونقدر خداوند در بدن انسان و در درون انسان ظرفیت سازی کرده که این ظرفیت ها رو و این استعدادها رو باید پرورش داد. استعداد شهید شدن در راه خدا، استعداد عالم شدن، استعداد 1 ماه گرسنگی به خاطر خدا، به خاطر خدا. هر استعداد انسان داره. پس نماز تراویح، نماز تهجد، اینا نماز استقامته. اینا نماز استقامته. نباید دنبال مسجدی بچرخیم که ربع ساعت 20 رکعت تموم میکنه. نماز استقامته. تمرین استقامت، تمرین بردباری، تمرین شکیبایی، تحمل. ماه رمضان ماه استقامته. نباید از این استقامت فرار کنیم، چون زندگی متقلبات داره، زندگی فراز و نشیب داره. باید از این استقامت ها چه توشه بگیریم برای متقلبات زندگی. آرامش میگیرید میاد تو نماز. بحث امشب ما بحث دعاست. دعا رو دست کم نگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الدعا مخ العباده. در روایت دیگه گفته الدعا هو العباده. دعا عین عبادته، دعا مخ عبادته. خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرمایند ادعونی استجب لکم. شرط و مشروطه، مرا بخوانید استجابت میکنم، اجابت میکنم. در جای دیگه میفرمایند و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خداوند ما رو میطلبه که خدا رو به فریاد بخوانیم. وقتی آتش سوزی میشه تو خونه کی رو به فریاد میخوانید؟ درسته؟ آتش سوزی شد، آبت قطع شد، برقت قطع شد، تلفنت قطع شد، کولرت خراب شد، بلافاصله شماره میگیری آتش نشانی. دزدی بهت حمله کرد، شیطان هم دزده، مشکلات زندگی هم دزده، آسیب‌های اجتماعی هم دزده. آرامش رو از تو میگیره، سلامتی رو از تو میگیره، توان رو از تو میگیره. کی رو باید فریاد کن؟ الله. و اذا سألک، اگر بندگان من از تو پرسیدن که خداوند نزدیک است یا دور، به اونها بگو. خودش میفرماید فانی قریب. نیاز نداره تو به اونها بگی، من نزدیکم. باید الله رو به فریاد خواند. در آیه اولی که تلاوت کردم ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید شما را اجابت میکنم. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هر دعایی که بخواهید برای دنیاتون، برای آخرتتون، برای دوستتون، برای فرزندتون، برای موفقیت در تجارتتون، برای موفقیت در عبادتتون، در همه کارهاتون، برای تخلص از چیزهایی که ناامنی برای شما ایجاد کرده، برای رهایی از دشمنتون، هر دعایی که بخواهید، چه در دنیا چه در آخرت، چه برای مادیات چه برای معنویت، خداوند اجابت میکنه. ادعونی استجب لکم. به همین منظور حضرت عمر رضی الله عنه میگفت
بارالها من غم و هم اجابت دعا رو ندارم، من فقط غم و هم دعا کردن دارم. اگر به من توفیق دعا کردن بدید یقین دارم که اجابت همراهشه. من دردم اینه که نمیتونم دعا بکنم. حضرت عمر داره میگه اگر خدایا به من دعا الهام کردید اجابت همراهشه. ما مشکلمون اینه که نمیتونیم دعا بکنیم و اگر دعا کردیم زود خسته میشیم و تو دعا کردن حواسمون پرت میشه و تو دعا کردن چیزهایی تو نظرمون میاد. اوقات دعا رو رعایت نمی کنیم، آداب دعا رو رعایت نمی کنیم، اماکن دعا رو رعایت نمی کنیم، مسائلی که قبل از دعا باید رعایت بشه رعایت نمی کنیم. بعد انتظار داریم چه؟ یا دعاهای غیر واقعی و غیر منطقی رو مطرح می کنیم، دعاهایی که معصیت درونه. طرف با کسی مشکل داره نفرینش میکنه یا تهدیدش میکنه، نگاه کن برات دعا میکنم که الان خدا دو نصفت بکنه. اگر قرار باشه خدا به اختیار من و تو باشه که با هر کسی مشکلی دارید تهدیدش بکنید و خدا به رخش بکشید و نشد که، پس هر کسی با کسی مشکلی داره پس صبر چیه؟ پس توکل چیه؟ پس واگذاری به خدا چیه؟ پس استقامت چیه؟ پس گذشت چیه؟ بعضی با تقوا نماها طوری تقواشون رو به رخ دیگران میکشن، نگاه که الان چه کارت میکنن. بعضی مامورین رو به رخ افراد میکشن، بعضی هم خدا رو به رخ افراد میکشن، مثل این که خدا به اختیار من و توست که هر کاری خواستیم هر کسی رو سرکوب بکنیم سرکوب بکنه و بعد پوز بدیم دیدی دعام گرفته. تو نکنیم این کار، بلکه اول دعای هدایت، دوم حتی برای مخالفت، حتی برای کافر، حتی برای دشمنت، خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما، خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما، خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما. اگر قابل هدایت نیست اونطوری که خودت صلاح میدونی باش رفتار کن. بعضی موقع عجله میکنیم در دعا کردن، نفرینش میکنیم، دعای بدش میکنیم، فردا خدا هدایتش میده، فردا توبه میکنه. میخوام تو صورت هم نگاه بکنیم، عجله نکنیم برای نفرین و نابود کردن، دعای رحمت بکنیم. شاید در حالت اجابت دعات مستجاب شد. به همین منظور ممنوع شده که پدر و مادر برای فرزندانشون نفرین بکنن تو هر شرایطی که باشه فرزند، چون دعای پدر و مادر مثل دعای پیغمبر در حق امته. ولی خیلی از پدر و مادرها کمی که به فشار میاد بلا فاصله به فرزندشون میگن برو به درک اسفل السافلین. میدونی درک اسفل السافلین کجاست؟ درک میدونی کجاست؟ زیاد کلمه درک رو استفاده میکنیم، برو به درک. بعضی هم پسوندش میگن به درک اسفل السافلین. خب به کی داری میگید؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم برای عمری که شمشیر کشیده بود که برای گردنش بزنه ببره برای قریش هدیه بده میگفت اللهم اعز الاسلام بعهد العمرین. پیامبران دعا میکردن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا قوم منو هدایت بکنن، نمیدونن، متوجه قضیه نیستن، از روی نادانی که دارن اذیت میکنن. و آخر سر ابو سفیان و هند جگرخوارم مسلمان شد. ابو سفیان هم مسلمان شد، هند هم مسلمان شد. در سال 8 هجری فتح مکه ابو سفیان و هند مسلمان شد بعد از 21 سال مبارزه. بعد از اینکه هند جگر حمزه رو به دندان گرفت که ببلعه، که بجوه و ببلعه در غزوه احد، کل اموالش رو به وحشی بخشید، طلاهاش رو به وحشی بخشید و وحشی رو گفت آزادت میکنم به شرط این که حمزه رو بکشید. وظیفه تو اینه. به وحشی گفت. وحشی هم کمین گرفت، تو نیزه پرانی خیلی حرفه‌ای بود بر روش حبشی ها. ولی وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم با 10,000 مجاهد آمد مکه رو و اطراف مکه رو محاصره کرد، به شب برخوردن
آتشی که اطراف مکه روشن کردن، دور تا دور مکه آتش روشن کردن. شب ابو سفیان بعد از 21 سال مبارزه با همسرش هند رفتن بالای خونه، تو بالاکن خانه ایستادن. آخرین ساعات و لحظات آقاییشون و حکومتشون و سروریشون و سیادتشون بر جزیره العرب یا بر قریش، این زن و مرد بعد از اون همه لشکرکشی با همدیگه تو نگاهشون به این آتش ها که پیرامون مکه توسط 10,000 نفر محاصره شدن، منتظر طلوع صبحن، طلوع آفتابن که وارد بشن که فردا چه خواهد شد، فردا این محمد چه کار خواهد کرد. فردا همه را از گمان میکردن که همه را از لب شمشیرش میگذراند. قریش، اهل مکه، داران کفر، الحاد، 2 تا جمله به هم گفتن که تاریخیه. یه جمله زن گفت به مرد، یک جمله هم مرد به زنش گفت. نمیدونستن که ساعات پایانی عمرشون در کفره، اصلا نمیدونستن که فردا هر 2 تاشون مسلمان میشن. تا اون لحظه نمیدونستن، ولی این 2 تا جمله رو گفتن. مرد رو کرد به زنش بعد از 21 سال مبارزه و آواره کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانش. ابو سفیان بود دیگه، بزرگ قریش بود. گفت ابو سفیان، مرد، روزی که محمدو از مکه بیرون کردی یا روزی که محمد از مکه بیرون رفت، دلهای اهل مکه رو با خودش بیرون برد. روزی که محمد از مکه بیرون رفت به طرف یثرب، یعنی شما مجبورش کرده که هجرت بکنه، زادگاهشو رها بکنه، دلهای اهل مکه رو با خودش برد. و واقعا هم اینطور بود. به مجردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یثرب قرار گرفت، شبانه، روزانه، دست جمعی، فرادا، مخفیانه، آشکارا، یکی بعد از دیگری این صحرای بی آب و علف و لم یزرع رو طی می‌کردن تو این ریگ‌های جزیره العرب که خودشون رو به مدینه منوره برسانن و اونجا در جوار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن. بعد مردش به زنش گفت، زن، من به یقین رسیدم که محمد از کانال دلها وارد می شود. دلها رو تسخیر کرد. محبتش تو دلهای مخالفینش کاشت و تو رفتار و برخوردش طوری منصفانه و اهل منطق و عدالت پیشه بود که همه رو مجذوب خودش کرد. از برده و فقیر و پیر و جوان و زن و مرد و حتی بزرگان قریش. داستان شنیدنیه. زمانی که این زن و مرد این حرفا رو می زدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم به یارانش می گفت 10,000 شمشیر به دست داره، میتونه مکه رو قتل عام بکنه. می گفت که فردا که وارد مکه میشید، از هر طرف، از چند گوشه، کسی حق نداره شمشیرشو از غلاف در بیاره نشون مردم مکه بده، به این گمان که اونها ما رو قتل عام کردن، ما رو آواره کردن، اموال ما رو مصادره کردن، اولاد ما رو شکنجه دادن، برادر و خواهر ما رو کشتن. کسی شمشیرشو از غلاف در نیاره. شما پیش قدم برای جنگ نشید. 10,000 نفر هم همراهشه. وقتی وارد شدن، یه تکه چوبی به اندازه 1 گز یا 1 ذراع دستش بود، رفت به طرف کعبه و اطراف کعبه میزد تو شکم بت‌ها، سقوط میکردن و این آیه میخوند: قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بگو حق آمد، باطل نابود شدنی است. و زهق الباطل، باطل نابود شد. در حقیقت که باطل قدرت پایداری در مقابل حق ندارد و نابود شدنی است.
بعد از اینکه بت‌ها رو همه سرنگون کرد، رو بلندی ایستاد کنار کعبه، رو به کل مجاهدین و یارانی که همراهش بودن و کل قریشی که اونجا تجمع کرده بودن چند تا جمله گفت. بزرگان قریش هم ایستاده بودن. گفت یا معشر قریش ما تظنون انی فاعل بکم. ای معشر قریش، امروز چه گمانی درباره من میبرید؟ امروز چه انتظاری از من دارید که چه کاری براتون انجام بدم؟ یکی از وسط جمع بلند شد، با دهان پر گفت، مسلمان نبودا، گفت اخ کریم و ابن اخ کریم، تو برادر بزرگوار و با گذشتی هستید، این چیزیست که ما از تو سراغ داریم و تو اخ کریم و ابن اخ کریم و تو برادرزاده با سخاوت و با گذشت و کریم و بزرگواری هستید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به همه گفت اذهبوا فانتم الطلقاء، همه تون برید که همه تون رو بخشیدم و آزادید. حتی به ابو سفیان و هند نگفت که این شمشیر رو حلقومت مسلمان بشه شهادتین بده، چون شهادتین اجباری و با کره و با زور شمشیر نمیخواست. اسلام عاشقانه، اسلام آگاهانه، اسلامی که خود انسان انتخاب بکنه، با قناعت انتخاب بکنه. و 3 جمله دیگه گفت که هر کسی به مسجد الحرام پناهنده بشه در امانه، به کعبه، و هر کسی بره تو خونش در رو از روی خودش ببنده، تو کوچه ها شمشیر دستش نباشه، در امانه. و هر کسی به خانه بزرگ مکه ابو سفیان پناهنده بشه در رو ببنده، اونم در امانه. پیامبر کسی نبود که بزرگی رو ذلیل بکنه جلو به مجموعش. چه شخصیتی بود. گفت هر کسی به خانه بزرگ مکه ابو سفیان پناهنده بشه، اونجا در رو ببنده روی خودش، اونم در امانه. ابو سفیان و هند در مقابل این اخلاق بزرگ و این اکرام و این عفو و این گذشت هیچ راهی نداشتن مگر اینکه مسلمان بشن و مسلمان شدن. و بعد فتح حنین رخ داد. بعد از فتح مکه فتح حنین. در فتح حنین غنایم زیادی وارد بیت المال شد، گله های بیشمار شتر، گله های گاو، گوسفند، خیلی غنایم. پیامبر صلی الله علیه وسلم 100 تا شتر داد به ابو سفیان. به همون بزرگانی که تا آخرین لحظه مسلمان شدن برای اینکه دلشون به دست بیاره و کم کم اکرامشون بکنه، ایمان رو تو جرفای دلشون قرار بده، 100 تا شتر داد بهشون. زمزمه شنید تو انصار اهل مدینه از سابقین الاولین، اونهایی که در اول دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم نصرت کردن، جا بهش دادن، تحویلش گرفتن، خانه هاشون رو تقسیم کردن، زندگیشون رو با مهاجرین تقسیم کردن و استقبال بی سابقه از رسول الله صلی الله علیه و سلم در قبا و در مدینه کردن، در یثرب. زمزمه‌ای تو صف انصار پیدا شد، به گوش پیامبر رسید که انصار میگن که ما روز اول پیامبر رو تحویل گرفتیم، از مکه بیرونش کردن، ولی موقع تقسیم شترها و گاوها و گله های گوسفند 100 تا به ابو سفیان و به فلان میده. این مقوله رسید به رسول الله صلی الله علیه و آدمی زاده بالاخره چه؟ بعضی موقع. ولی معالجه قضیه رو نگاه کن. وقتی که این مقاله بهش رسید، انصار رو جمع کرد و بزرگان انصار همه رو جمع کرد. چند تا جمله گفت، جمله‌ای که هیچ مسلمانی طاقت نداره بشنوه. گفت که یا معشر الانصار ما مقالتم بلغتنی عنکم. ای جماعت انصار اهل مدینه، این چه مقوله است، این چه کلامی است، این چه حرف و حدیثی است که از شما به من رسیده.
الا ترضون ان یذهب الناس بالشاء والبعیر و ترجعون انتم برسول الله. خیلی حکیمانه است. آیا راضی نمیشوید که مردم گاو و گوسفند و شتر بگیرن و شما با رسول الله به شهرتون بر بگردید؟ آیا شما راضی نمیشید که مردم گاو و گوسفند بگیرن و شتر بشن دادم من با شما به شهر شما بر بگردن؟ دستمال رو سرشون بود، همه گذاشتن رو چشماش، از طاقت درشون برد، ولی ولکنشون نبود. تازه مسلمان شده اکرامش میکنه، تألیف دلش به دست بیاره. ما اگر تو مسجد خودمون هم اینجا به کسانی که سال گذشته می آمدن همیشه میان بهشون میگیم، اونایی که جدیدن، اونایی که امشب آمدن، بیشتر اکرامشون بکنیم، اجازه بدیم تا به اونها سلام بکنیم، به اونها برسیم. نیاز به محبت دارن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که لو سلک الانصار شعبا و سلک الناس شعبا لسلکت شعب الانصار. اگر کل مردم راهی رو انتخاب کردن و انصار از یه مسیری انتخاب کرد رفت، من راهی میرم که انصار رفته. بیشتر گریه کردن. اما جمله سوم، یا معشر الانصار المحیا محیاکم و الممات مماتکم، زندگی من در مدینه با شماست و مرگ منم با شما و در شهر شماست. گفتن کافیه، دیگه طاقت نداریم. اینطوری قضایا رو معالجه میکرد و چشم دلشون رو پر میکرد. المحیا محیاکم و الممات مماتکم. درس‌های بزرگی در تاریخ است. انسان‌هایی که میخوان بزرگ بشن و بزرگوار بشن، بزرگی با معصیت خدا نیست، با فخر فروشی، با تکبر و خودخواهی نیست. بزرگی فقط یک راه دارد، در مقابل خدا و خلق خدا تواضع به خرج دادن. اگر کسی نماز بخونه، سجده بکنه، اما در مقابل خلق خدا تکبر و فخر فروشی و مسخره و تحقیر دیگران و این سجده ها به درد نمیخوره. تواضع برای خدا و خلق خدا با همه. این نماز تمرین تواضع در مقابل ربه که رب از تو خواسته و کان بالمؤمنین غلیظا ولا رحیما. رحیما، یکی از ویژگی های پیامبر این که به مؤمنین رحیم بوده، به بندگان خدا رحیم بوده. اگر یک کنیزی، غلامی، برده‌ای می آمد در خونش، من با سیدم، با آقام مشکل دارم، لباسش رو جمع میکرد، دنبالش راه میرفت در خانه سیدش، با این آقا چه مشکلی دارید؟ اگر دختر بچه 5 ساله دستش دراز کرد، میکرد دستش میگرفت تو کوچه های مکه، تو کوچه های مدینه میچرخید تا زمانی که خودش خسته شده بود، دستش در آورده بود، این دستش تو دست اون دختر بچه بود. یه روزی حسن و حسین رو 2 تا پاش رونش نشسته بودن، گاه وقتی حسن رو میبوسید، گاه وقتی حسین رو میبوسید. شخصی اونجا نشسته بود، گفت یا رسول الله تو بچه کوچک داری میبوسید؟ گفت بله، مگر تو نمیبوسید؟ اولادت، نوهات نمیبوسید؟ گفت من 10 تا فرزند دارم، یادم نمیاد که یکیشونو بوسیدم. گفت اگر خدا رحمت و شفقت رو از دل تو در آورده، من چه کارت کنم؟ کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. من لا یرحم لا یرحم. بله، ما بچه میبوسیم، بچه کوچک رو نوازش میکنیم. بعض از صحابه بچه ها با آب بینیشون به بغل میگرفتن. آب بینی بچه همینجور سرازیره. ولی بازم امروزه هم داریم بعضی از بندگان خدا که توفیق پیدا کردن، ایتام و فقرا و بیمارای تو روستا و بغل میکنن، میارن بیمارستان و هزینه بیمارستانش هم تقبل میکنه که شاید به خاطر معالجه این بیمار یتیم فقیر خدا بیماری و درد و مشکلات از زندگی و اولادش دور بکنه.
دنیا دینه. هر خدمتی به دیگران کردی همون خدمت چند برابر به خودت اگر نشد به فرزندانت برمیگرده. دنیا دینه. با این دید به دنیا، با رفتارهامون با این دنیا، در دنیا با این دید نگاه کنیم. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. اگر ما میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میدونید این احترام به برادرمون نگذاشتیم. پس چیه؟ تو دیشب گفتی احترامه، نه امشب نظرم عوض شده. این احترام به خودت گذاشتی، چون انتظار این داری که بگه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر تو نگی السلام نمیگه و علیک. پس تو گفتی السلام که و علیکم السلام بشنوی. یعنی تو براش دعا کردی سلامتی بر تو باد، رحمت خدا بر تو باد، برکت خدا در زندگی تو و فرزندانت باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو خواستی نیاز خودتو برآورده بکنی، منتظر این بودی. اگر نگی که اون نمیگه. التماس دعای خیر برای همتون دارم. فردا شب انشالله انواع توسل در نزد علمای اهل سنت و نمونه از دعاهای جامع و کامل انبیا و دعاهایی که جامع و کامل هست انشالله سعی میکنیم به تفسیرش بپردازیم و انواع توسل. برای همه شما آرزو موفقیت دارم.